نامی من زوحل. این لحظه من میخواهم به شما درباره بخطری سخن گویم. خوب گوش کنید. دانستن این هم خیلی ضرور است. اساساً بخطری هر یکمون از خود ما وابستگی دارد. آن چیزی رو که کلان سالان به ما تأکید میکنند که نرسیم، ما باید نرسیم، چون که آنها بیهوده ما را آگاه نخواهند کرد. بسیارتر والدین به ما میگویند که دستمال را نقپیم. خواهش میکنند که با کار، قیچی، بلغه، میخ، سوزن و گوگیر بازی نکنیم. آنها ما را آگاه میکنند که هرگز خاک و مایع های شستشوی را نرسیم. داروواری ها را به پرسش کلان سالان استعمال نکنیم. با وصلک و یا با استیلا با رزیدکه ها سر و کار نداشته باشیم. این همه برای ما خطر جدی میرسانند. اکثر وقت ما در خانه تنها میمونیم. همین طور نه؟ بله درست است. دوستان عزیز، هر باره که در خانه تنها موندید تاکیدهای والدین را به یاد آورید. از این اسباب موادها احتیاط کنید. با کار، سوزن، قیچی و بلغه بازی نکنید. این اسباب ها برای بازی کردن ما و شما نیست. استفاده کردن آنها برای ما خودسالان فلاکت های ناخوش را می آورند. در حالت بازی کردن مبادا چشم، دست و پایمان آسیب خواهند دید. والدین همیشه ما را آگاه میکنند که از اسباب‌های برقی احتیاط باشیم. مخصوصاً از دستمال کنک. عمل و فعالیت این اسباب برقی تنها برای کلان سالان پیش بینی شده است. اول آن که وی با برق وصل می شود که خیلی خطرناک است. بعد آن که تفسان است به ما زیان می آورد. احتیاط کنید. ما باید از وصل کنک ها نیز دوری بجوییم. آنها رو هرگز دست نرسانیم، مخصوصاً با دستی تر. اگر خدمت رسانی آن به شما لازم باشد از کلان سالان خواهش کنید. گوگیر نیز یکی از خطرهای جدی‌ترین را به بار می آورد. با بازی کردن آن هیچگاه مشغول نشوید، چون که گوگیر آتش را می آورد و یکی از سرچشمه های ناخوشی های حالت های فوق‌العاده خواهد شد. همسالانی عزیز، داروواری ها را خودسرانه استعمال نکنید. آنها را در جایهای بلند گذارید تا اینکه به دست خواهر و دادرکانتان نیفتند. خودسرانه استعمال کردن آنها به سلامتی ما خطر جدی دارند. دوستان عزیز، از این مصلحت ها استفاده برید. هیچگاه جان خود را در خطر نگذارید. از سخنان والدین سرکشی نکنید. به دادر و خواهرکانتان نیز از این خاصیت ها آگاه کنید. به آنها نیز آموزید با لوازمات خطرناک هرگز بازی نکنند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.